هر روزی که من میخوام رژیممو رعایت کنم یه اتفاقی میفته. مثلا یه غذای جدید یکی درست میکنه، یکیش هست ما شیرینی بخره، نمیدونم والا دوستان چیه. چرا وقتی من رژیمم کلیپسامو به جا گذاشتم. چون من یه کاری بلدم که خیلی ضایع است، همین الان به ذهنم رسید که انجامش بدم. نمیدونم چرا این کار کردم. بدون عینک قشنگ‌تره یا با عینک؟ دیگه عادت کردم به عینک. و اینو بزنم با آقاب مشکی، چون به واسه مشتریش مشکی نیست. اصلا که فهمیدم با شلوار سته